صرف نظر از هوای بارانی در آستانه عید رمضان، ساکنان در تکاپویی خریدی محصولات دسترخوانی ادانه هستند. اما شکایت آنها از هوای بارانی نیست، بلکه از قیمت در بازار هاست که بالا رفتند. همه چیز پشت. دونگی روغن قیمت شده است، لیکن روغن 95 سوم بود، 85 سوم بود، 100 علینا 112 شده است. کانفت هم قیمت شده کم. همه ساله در پیشاروی عید و جشن‌ها، بخصوص در عیدهای رمضان و قربان، نرخ محصولات در تاجیکستان بالا می رود. امسال هم در عرفه عید فیطر که روز 30 مارس اعلان شده است، احوال چنین است. خشیده خیلیش قیمت. چه قیمت شده؟ نمیدونم قیمت شده، روغن قیمت شده. چند بود مثلا دونگی چند شده؟ خیلی با 5 6 سوم تا 10 سوم بالا رفته. مقامات امسال برای راه ندادن به بالاروی قیمت محصولات نیازی اول و تاجران صاحبکاران هشدار دادند. ماموران ملیسا حتی چند نفر را برای از ارزشی تعیین کرده بالاتر فروختن گوشت تنبیه دادند. قصابان را با آن متهم کردند که گویا گوشت را از 75 سامانی بالا فروختند. تلاش های مقامات نتیجه نداد. هرچند در گوشت فروشی ها نرخ 75 سامانی نوشته شده است، اما ساکنان میگویند آن را گرانتر میخرند. 90 بالاتر، 1 2 روز 3 روز پیش گرفته بودیم. خیر وزمین است، البته وزمین است. خیلی چی میگویی دیگه، هم کار زندگی هم میخواد. سازمان مشورتی نیکسیگال مشاور در همکاری با برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد در ماه ژانویه امسال در یک تحلیل از بالا رفتن نرخ محصولات غذایی در تاجیکستان از 7 تا 18% خبر داده بود. با نزدیک شدن عید رمضان، ساکنان از دیگر منطقه ها نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که بالاروی نرخ محصولات را مشاهده کردند. برخی خریداران تاجران را برای بالا بردن نرخ‌ها گناهکار می‌دانند، ولی آنها می‌گویند از بس که تقاضا زیاد می‌شود، آنها خودشان هم محصولات را گرانتر می‌خرند.